أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه وموانا. هذا النور شفاء صدور. آداب همخوابگی با همسر خود. سلام جوانان و خواهرانی که در جاده زندگی قدم‌های خویش را می‌گذارید. اکنون با درخواست بسیاری از جوانان درباره همخوابگی بهراتان معلومات می‌دهیم. در این موضوع در همه سوال‌های خود جواب پیدا می‌کنید. حدیث: کجای زن به شوهرش حلال است؟ اولا کمتر معلومات درباره این حدیث می‌دهیم. این حدیث را امام بخاری، امام مسلم روایت کردند و صحیح گفتند که حدیث مذکور یکی از احادیث‌های بزرگ است که اساس اسلام به شمار می‌رود. زیرا که امام احمد، شافعی و بیهقی گفتند که این حدیث یک علم دین را فرا گرفته است. از امام شافعی نیز روایت شده است که گفتند حدیث مذکور به 70 باب فقه اسلامی دخل دارد. دقت: همخوابگی با زن این خوبی دارد زیرا نفس شما آرام میگیرد. هنگامی که مرد و زن با هم خانه‌داری کنند نباید از دایره شرایط اسلامی دور شوند، زیرا باعث گناه بر آنها بوده نسبت زن ظلم حسابیده می شود. جوانان عزیز دقت کنید، زیرا هنگام همخوابگی وظیفه‌های زیرین را دارا هستید و باید اجرا کنید. در حدیث از متفق علیه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه خواستید با همسر خود هم بستر شوید بگویید بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا ما را از شیطان دور بگردان و شیطان را نیز از آنچه به ما میدهی دور بگردان، یعنی به ما فرزند صالح نصیب گردان. تسمیه یعنی بسم الله پیش از همخوابه شدن با زن گفته می شود. نقطه دیگری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاهی که در اول شب با همسر خود هم بستر شدید و پس از آن خواستید بار دیگر آن را تکرار نمایید، با گرفتن وضوء نو آغاز کنید، یعنی طهارت نو کنید و دوباره همخوابه شوید. ابن بوتا از ابو سعید خدری روایت کرده است شوخی و بازی کردن برای مرد و زن پیش از هم بستر شدن مستحب است، زیرا شوخی و دستبازی آنها تسکین جسم مرد و زن می‌گردد. مرد و زنی که نکاح اسلامی دارند و با همدیگر هم بستری می‌کنند ثواب زیادی را صاحب می‌شوند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هنگام هم بستر شدن با زن بسیار گپ نزنید، زیرا ممکن است که سبب لالی و گنگی فرزندتان بشود. روایت ابن اساکر باید تاکید شود که همخوابگی شدن با زن از طرف پشت، یعنی از قفای زن حرام است و زن نباید به این رضایت دهد. دوستان این ویدیو را نشر کنید، شاید به سبب نشر شما در دل کسی تأثیر کنه در ثواب شریک شوید، زیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید یک سخن خوب را به مردم رسانیدن صدقه جاریه است.